امریکا، سانفرانسیسکو، سال 1977 میلادی. خیابون‌های سانفرانسیسکو پر از رنگ، موسیقی و شعار شده. آدم‌ها توی لباس‌هایی که شبیه هیچ فرم رسمی نیست، با پلاکاردهایی توی دست راه میرن. اما بین این همه صدا، یک صدایی هست که فرق میکنه. نه چون بلندتره، بلکه چون داره از جایی میاد که همیشه ساکت بوده. اسم اون صدا هاروی میلک. هاروی توی یک خانواده یهودی در نیویورک به دنیا اومد. اون یه بچه معمولی بود. نه خیلی جسور، نه خیلی متفاوت. اما از همون نوجوانی یه چیزی توی دلش سنگینی میکرد. اینکه نمیتونست خودش باشه. اون زمان اگر کسی همجنسگرا بود، باید این موضوع رو پنهان میکرد. پنهان زندگی میکرد و پنهان هم میمرد. هاروی سالها با ترس زندگی کرد. توی نیروی دریایی امریکا خدمت کرد، توی وال استریت کار کرد و سعی میکرد به تعبیر بقیه آدم‌ها یک آدم نرمال باشه. ولی چیزی مدام درونش فریاد میکشید، تا اینکه توی سن 30 سالگی با خودش تصمیم گرفت که دیگه فرار نکنه. خودش باشه. اون رفت به سانفرانسیسکو، شهری پر از آدم‌هایی مثل خودش که هنوز ساکت بودن. اونجا بود که هاروی میلک دوباره متولد شد. نه فقط به عنوان یک مرد همجنسگرا، بلکه به عنوان یک صدای سیاسی. شروع کرد به حرف زدن. نه فقط برای خودش، بلکه برای همه اونهایی که جرأت نداشتن حرف بزنن. اون 4 بار برای ورود به دنیای سیاست خودش رو نامزد کرد. نه برای ریاست جمهوری، حتی نه برای عضویت در کنگره، بلکه فقط برای یک کرسی بسیار کوچیک در شورای شهر سانفرانسیسکو. ولی برای کسی مثل هاروی همین هم مثل فتح قله‌ای بلند. بار اول کسی اصلا جدیش نگرفت. بار دوم مسخرش کردن. بار سوم تهدیدش کردن و بار چهارم همه میگفتن که شکستش قطعیه. اما اون با هر شکست قوی تر شد. و اینطور بود که هر بار آدم‌های بیشتری بهش گوش میدادن. آدم‌هایی که سالها رأی نداده بودن. آدم‌هایی که فقط میخواستن یکی براشون باشه. هاروی بلد بود چطور با مردم حرف بزنه. نه با فریاد، با لبخند، نه با وعده‌های توخالی و دروغی، بلکه با صداقت. اون میگفت ما فقط میخواهیم که باشیم. همین. و بالاخره در سال 1977 اون چیزی که میخواست اتفاق افتاد. هاروی میلک به عنوان نماینده محله کاسترو و نواحی اطراف به شورای شهر سانفرانسیسکو راه پیدا کرد. اون اولین مرد آشکارا همجنسگرایی بود که در طول تاریخ آمریکا با رأی مردم به یک مقام رسمی رسید. و این دیگه فقط موفقیت خودش نبود. اون روزها هزاران نفر احساس کردند که برای اولین بار نماینده‌ای در قدرت دارن. نماینده‌ای که به جای شرم از خودش گفت. به جای پنهانکاری از واقعیت‌های خودش حرف زد. آروی صدای همه اقلیت‌ها شد. نه فقط اقلیت‌های جنسی. اون شد صدای زنها، سالمندها، سیاه‌پوست‌ها و مهاجرها. و هر کسی که توی اون جامعه گوشه‌ای ایستاده بود ولی دیده نمی‌شد. ولی خب وقتی صدای همه باشی، دشمن‌های بیشتری هم پیدا می‌کنی. در نوامبر 1978، یعنی فقط 1 سال پس از انتخاب شدنش، هاروی میلک توی دفتر کارش توسط یکی از همکاران قدیمیش با گلوله ترور شد. اما گلوله‌ای که ظاهراً قرار بود که یک صدا رو خاموش کنه، یک جنبش رو بیدار کرد. هاروی قبل از مرگش یه وصیت صوتی از خودش گذاشته بود. انگار که میدونست میخوان صداش رو قطع کنن و اون نمیخواست نتیجه تلاشهاش ناپدید بشه.
هاروی میلک فقط 1 سال در قدرت بود، ولی با صداقت و شجاعتی که داشت دنیا رو برای سالها و برای هزاران نفر تغییر داد. هاروی میلک خواست و توانست، ما هم میتوانیم.